خورگوس بزرگترین بندر خشک در آسیای مرکزی است. آن در قزاقستان در نزدیکی مرز با چین بنیاد شده است. بعضی‌ها میگویند این بندر وضع تجارت در جهان را کاملا دیگر میکند. دیگران آن را نیرنگ بزرگ میشمارند. هدف لایحه بنیاد راه نوی تجارتی از شرق به جنوب است. مثلا مال و کالا مثل کامپیوترهای نوترین از چین به اروپا طریق خشکی تیزتر میرسند. در اینجا بیابان بود اما حالا آباد شده است. وقتی رهبریت آمد و گفت که در این مکان بندر خشک بنیاد خواهیم کرد، کسی باور نداشت. در بندر راه آهنی تنگ با وسیع می پیوندد. بارها طریق آن از حدود شوروی سابق عبور می کنند. کرانها کانتینرها را از قطارهای چینی به قطارهای قزاقستانی انتقال می دهند. در یک شبانه روز 5 یا 6 قطاره را خالی میکنیم. نقشه داریم تا به 10 قطاره رسانیم. توسط بحر مالها تا 2 ماه می رسیدند. اما با راه ترانزیت طریق قزاقستان باشد در 14 روز. خورگوس طرح کمربند اقتصادی راه ابریشم است. فعلا قسمت زیادی مالهای چین توسط بحر صادر می شوند. مسیر نو راه را به اروپا و روسیه کوتاه‌تر می‌کند. همزمان راه ارزانتر به بازارهای آسیای مرکزی است. در همین حال برخی از تحلیلگران به از لحاظ اقتصادی مفید بودن مسیر نو شک دارند. انتقال مال‌های یک لخت وزنین طریق بحر ارزانتر است. مال‌های سبک رو می‌شود با راه هوایی انتقال داد. ولی باز هم انتقال مال و کالای نه چندان فایده آور از اهمیت خالی نیست. مشکل اینجاست که آیا انتقال این بارها خرج ساختمان راه نوی آهن را میبرارد یا نه. برای کار در اینجا از تمام قزاقستان می آیند. مراد جالداسov از شمال و شرق کشور آمده است. در اول دشوار بود. عادت کردن کاری آسان نبود. باد و هوای اینجا دیگر یعنی گرمتر است. در منطقه ما باشد برعکس خنک. هر روز شمال. در اینجا من حتی کسل شده بودم. حالا مراد در شهرک مخصوص نورکند که برای کارمندان بندر بنیاد شده است زندگی دارد. این شهرک به شرافت پرزیدنت کشور نورسولطان نظربایف نامگذاری شده است و در کوچه هایش عکس های او آویزانند. خوش آمدید به مراسم سپاریدن کلیدهای منزل‌های استقامتی. برای جلب ساکنان از منطقه های دوردست آنها را با خانه های رایگان تامین می کنند. طبق نقشه در نورکند 100,000 نفر زندگی خواهند کرد. تا امروز 3,000 نفر به این مکان آمدند. من در اینجا 40 سال زندگی کردم. فقط بیابان بود. حالا اینجا شهر شده است و بیناهای زیبا بنیاد گردیدند. به فکر من این به شرافت پرزیدنت ما نورسولطان نظربایف است. اما نه همه مردم خوشحالند. این زنها میگویند نفرانی که به مقامات نزدیکند بدون نوبت صاحب خانه میشوند. من شما را نامنویس میکنم. در مرکز ولایت همه حجت ها را از نو میسنجیم. شما آزرده نشوید، خود را به دست بگیرید. اگر کمی صبر کنید، خبر من گفتم سال آینده 2 چنین بنا ساخته می شود. عین زمان به خورگوس از چین کنتینرهای نوی مال و کالا رسیدند. در سال 2016 طریق بندر بیش از 25,000 کنتینر گذشت. در سال گذشته 2 برابر زیادتر بود. افزایش حالا اساساً از حساب سوبسیدی‌های چین صورت می‌گیرد. اما انتظار می‌رود که چنین کمک‌ها در آینده کمتر شود و برای راه آهن نو رقابت پذیر بودن مشکل‌تر خواهد شد. مسئله سر اعتماد بخش بودنی سرمایه گذاری است. بیشتری ها میگویند چندان قابل باوری نیست و همه این تا یک اندازه خوفناک است. احتمالاً تنها بخش کمی مبلغ ها را می شود از حساب فایده برگردان. چون این مسئله وجود دارد که هر کسی توکل نمی کند شامپان نمی نوشد. ما و چینی ها توکل کردیم. من فکر می کنم که ما برد خواهیم کرد. ضمن معرفی این منطقه قزاقستان آن را دوبای نو نامیدند.
ҳоло ин бештар як орзуро мемонад, вале ҳар қадар бунёди роҳи абрешими нав сурат мегирад, ҳамон қадар ин минтақа бештар тағйир мекунад.